جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله. بهترین نوع مردن، زیباترین نوع مردن، کاملترین نوع مردن کسی که در راه نشر دین خدا شهید میشه کفن نداره، نمازم نداره، غسلم نداره، لباسش کفنشه. کسی غسل به شهید نمیده، با اولین قطره خونش همه گناهانش بخشیده میشه. زمین هم حق نداره که شهید جسمشو بخوره. زمین حق نداره جسم دو نفر رو بخوره، یکی جسم انبیا، یکی جسم شهدای در راه حق. یعنی الان اگه قبر عمر رضی الله عنه الان چه؟ یا قبر حیدر یا قبر عثمان، هر کدومشون الان برید قبرشون رو باز بکنید، خون فکر میکنید تازه است. شهدای احد اللون لون الدم و الریح ریح المسک، رنگ خونه، بوی مشک نزد خداوند. به کمتر از شهادت در راه خدا راضی نشید. انسان همونطوری که میمیره همونطور مبعوث میشه. اگه در حال عود زدن بمیری، یه وقتی یه خواننده مشهور عرب در حالی که عود میزد همینجور گردنش خشم، عودم تو دستش. سکران باشی بمیرید، هر طوره که مردید همونطورم. خدا اون روز نیاره که مسلمان در حال شراب نوشیدن با همون قطبی پس زمین حق نداره جسم دو نفر رو بخوره. تمنای خوب مردن در راه خدا و این که مال تو، جان تو، خانواده تو با خدا معامله بکنید، الله خریدارشه. ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. حاضر نفس تو برای الله بفروشید، خانواده تو بفروشید برای الله. الله مشتری است. مال تو، خدا میگه ان الله اشترا یعنی خرید، مشتریه. خداوند مشتری جان و مال و خانوادته. انفسهم و اموالهم، که حاضر با الله که مشتری معامله بکنه. بأن لهم الجنه، در مقابلش بهشت براشونه. بالاتر از بهشت وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره سترون ربکم کما ترون القمر لیلة البدر لا تضامون فی رؤیته. پروردگارتون در بهشت فردوس میبینید همونطوری که ماه شب بدر میبینید، بدون هیچ ازدحامی. للذین احسنوا الحسنى و زیاده. نعمتی بالاتر از بهشت دیدار خداست که وقتی خداوند متجلی میشه این پرده حجاب رو بلند میکنه، یک پارچه نوره. سبحان الله، الله نور السماوات والارض. اونجا دیگه بهشتیان، حور بهشتی و نعمتهای بهشتی و انهار بهشتی و درختهای بهشتی و میوههای بهشتی و قصرهای بهشتی همه رو فراموش میکنن، مات و مبهوت میشن در مقابل این همه جلال و جمال. برای خودتون قیمت پایین نزنید، الله خریدار شماست. وقتی با الله معامله نکردید دیگه اونجا بیرون ایستاده ابلیس. مواد مخدر بهت میده تو رو میگیره، مشروبات بهت میده تو رو میگیره، زنا بهت میده تو رو میگیره دیگه.
وقتی این همه انسان ذلیل باشه، قیمتش با این باشه که دیگه حاضر نشه با الله معامله بکنه، باید بره با شیطان معامله بکنه. کالا و متاع شیطان دیگه مواد مخدر، زناست، رباست، ظلم، فحشاست.